چکن بود تکت نکن. Nächster Halt Köln-Mülheim. Planmäßige Ankunftszeit 15:01 Uhr. Ausstieg rechts. اگر ما خیلی چیزها داریم در افغانستان، جوانان نخبه، خیلی نخبه های خوبی در افغانستان داریم، خیلی متخصص های خوبی، خیلی انجینرهای خوبی داریم در افغانستان، در همون رشته هایی که درس خوندن کار میکنن. اگر ما بتونیم روز افغانستان در سطح کشورهای منطقه رو خوشم نمیاد اروپایی برسانیم، ما میتونیم به بهترین جایگاه در دنیا باشیم. دوستان، هر کس که ملت ما در کنارش آرامش داشته باشه، هر دولتی منظور منه که ملت در کنارش آرامش داشته باشه و کشت و کشتار و جنگ و دعوایی نباشه، افغانستان اقتصاد قوی داره، یعنی معادن قوی داره، معادن استخراج میشه، مردم اقتصادش خوب میشه و میتونن به زودی رشد کنن. ولی متاسفانه که دست دخالت کشورهای همسایه و کشورهای منطقه‌ای و بیرون از منطقه‌ای نمیگذاره. در دوره آقای کرزی و غنی هم که دیدیم، هر کس به سر قدرت بود به یک کشور فروخته بود، از اون کشور تابعیت میکرد، هم جنس، هم مال، هم ناموس، هم مردم ما را به تاراج میدادن، چون از اونا گله نمیبود، اونا خود فروخته ها بودن. ولی الحمدلله فعلا رو به بهبودیه. من فکر میکنم در اندازه این 2 سالی که فعلا دولت فعلی سر قدرته، به اندازه 20 سال زحمت کشید. کرزی که جز دوستی به مردم چیزی یاد نداد و همیشه اون به نظر ما همیشه شیطان میگم، یک چشمک میاد مردم رو فریب و غنی هم که جز قالتا بازی و کلاورداری و دوزی و هزار چند دیگه نی فزیرای کار کردن، نی هم بلیای، یک پولو که مفکر دوز کلاورداری که می آمدن مردم رو به بدبختی گرفتار کرده. امروز امیدوارم که جوانان افغانستان، مردم افغانستان اندیشه و تفکر خود تغییر بدن که با اون مقامی که افغانستان هست برسونن. این چیز خیلی جالب امروز به چشم خورد و جالب بود برای میگه خداوند همیشه ایر برای ما حفظ کنه و نگه داره. افغانستان از اون مقام اولی که در دنیا تولید کننده مواد مخدر بود دیگه نیست. خیلی عالیه. یک بدنامگی از اول افغانستان در داشته شد. انشالله که به خوبی در همه جای دنیا از افغانستان یاد بشه. من فکر میکنم این باید میلیون دولت فعلی باشه، چون اگر کرزی یا غنی بودی بدترتر هم بود. نگاه کنیم ما یک تذکره الکتریکیه که روی یک کارت چاپ میشد، همین کارت های معمولی 20 سال دعوا به انتخابات بود که اگه این بود شیطان رژیم میگفت به من رأی بده من این کار میکنم، اگه شیطان رژیم دیگه میگفت به من رأی بده من این کار میکنم. ملت در گریبان گرفته بودن 4 تا دوز آشغال. امروز
با اقتدار میای میگه بله من دوست نیم، من ملیات افغانستان ایران جمع میکنم، من دوست نیم، من از بندر افغانستان ایران دفاع میکنم، من دوست نیم، من از سفارت افغانستان اینقدر درآمد دارم، من دوست نیم، من خود مردم اینقدر برخورد دارم، من دوست نیم این نظافت داخل شهری منه، من دوست نیم این ابدی داخل شهر منه، من دوست نیم این برخورد من خود مردم منه. اینه این تحصیلات در افغانستان کرده، او تحصیلات در آمریکا کرده، در کشورهای غربی کرده. او میای نماز میخونه میگه امام حسین نواسه خداست. این میای با اقتدا هر کدام اینو استاد کنی خیلی با درایت کامل نماز صحیح انجام میده. فرقی با او رقم، چون این تحصیلات دانشگاهی نداره، این تحصیلات افغان دوستی و افغانی پرستی و وطن پرستی داره. او تحصیلات دانشگاهی کشورهای داشت که در کنار از اونا همیشه خودفروختگی انجام میشد. دوستان من دولت چیز تعریف نمیکنم، فقط واقعیت ها رو میگم. باید ما شما واقعیت ها رو ببینیم، باید ببینیم. من همیشه دوست دارم که ملت ما خوب زندگی کنم، آرامش زندگی کنم، در آرامش باشم. در همین دوره جمهوریت، در همین دوره 20 ساله جمهوریت جنایتی که در افغانستان نمیشد، زن مردم، بچه مردم، اموال مردم همه به تاراج برده میشد. کسی جرأت نمیکرد حرف بزند. کدوم از اینا، از سران دولت تا سربازان از اینا تا همین کسانی که در شعبه های معمولی کار میکردن، کدام دست و فساد داشتن؟ کدام یک؟ هر کدام شما که میگیم بیایم بگیم کدام یک؟ و چهره های مختلف مردم ارگیر اوگان گرفته بودن. دوستان عزیز، دردها زیاد است، واقعا زیاد است و مسیرم طولانی و منم دلتنگ. فقط با شما حرف میزنیم. بیاییم هم با هم افغانستان خوب بسازیم با تفکر عالی. امروز افغانستان شما میبینید که بعد از این همه سرمایه‌ای که در افغانستان از طریق کشورهای دنیا وارد شد، در سال 2023 فرزندان کوچیک‌خور میفروشند. جنایت نیست؟ اینا رو باید خان عبدالله و قنی و کرزی و امثال از اینها، عطا و دوستم و هزار جنایتکار دیگه گرفته بشه که این پولها کجا رفته؟ وقتی که تو موتر ضد گلولت سوار میشی 70-80 تا بریگارد داری، این ملت حق نون خوردن معمولی خود نداره. چی جرأتی این کار رو میکنی؟ به چی عنوان؟ به چی عنوان؟ دوستان عزیز، افغانستان
باید رو به جلو ببریم، از پی حالت خلاص کنیم که تا اون مقصد نهایی به خوبی برسه. شاد و موفق باشین. خدا نگهدار.